که چی را گرفته هرگاه گرفته بیاین میدانم بگیرم و در میدانم اصلا چک و چک پوینت و استقامت و گپای وجود نداره دیگه. خداوند خیره که دیگه پوش بگم تو یک وضعیت نیست. اونو تیاری رو که میبینیم حالا تیاره میره تیاره اسپیشال فورس امریکا هست که آمدن نمیفهم که سرباز گرفته سرباز آورده چی رقم و در دقیقه 15 دقیقه بعد یک تیاره اسپیشال فورس امریکا میشینه و میخواه سمایسا معلوم نیست که چی گفت میره دیگه. اینی وضعیت هست سنتر دولت هست. این اکثریت مردم نمیشن سرگردان به شمول ما دیگه. تلفن ما هم چارجش کم است، چارجر هم نیست، امکان داره که ارتباط ما قطع شود. این قدر مردم امیدوار سختن باز در صرف تیاره جماعت این قدر مسافره. ما منتظر زمین امیدوارانه ایستادیم ببینیم که چی میشه. اون خانم هم میبینیم و میگه لایس استاد شوین. اون یک خانم است، اون یک خانم است مردم ببینین که یک خانم است مردم در صف قطار میکنه دیگه. بلیاز خدا لایس و در صف استاد شوین، بلیاز خدا در صف اون تک شرایط است. اون آدم زیر پای افتاده لغتش کردن پایش به اون تک ازت رسیده. اون خانم کلا گیر اینجا قطار کدارش میبینیم دیگه. صف بسته کنیم پشتر بریم صف بسته کنیم اگه میخوایم برین از این ملک بریم صف بسته کنیم ولی حیف دیگه حیف. هزاران نفر هجوم آوردن در میدان هوایی و به امیدی که امریکایی‌ها اینا را ببرن از اینجا نجات بدن. مردم عادی، مردمی که از خانه هایشان برآمدن شب پاسو به اینجا بودن و تعداد هر لحظه زیادتر شده میرن و یک آوازه بود که کانادایی 20,000 نفر را انتقال میده بدون پاسپورت و ویزا و مخاطر مردم هجوم آورده. تعداد